بعد از 71 سال امارت اسلامی می‌خواهد کار اعمار این بند را تکمیل نماید. خدا ملک په مرسته او په فکر او په دې باندې اباد کېدلی نشي تر څو چې موږ په خپل ملک آبادي ونه کړو. بند برق کجکی افغانستان بزرگترین بند برق افغانستان و منطقه است. این بند توانایی تولید 151 مگاوات برق را دارد. پیش از ساختن این بند آب افغانستان به کشور ایران و پاکستان سرازیر می شد. بند برق کجکی برای نخستین بار در سال 1332 هجری شمسی و در زمان حکومت محمد ظاهر شاه ساخته شد. اما پس از حمله اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان و بحران پس از آن کار این بند نیمه کاره باقی ماند. بند کجکی از بزرگترین بند آبی افغانستان است که بر بالای دریای هیرمن ساخته شده است. قبل از ساخت آن آب این دریا به طور کامل به کشورهای همسایه ایران و پاکستان سرازیر می شد. بند کجکی و همچنان بند کمال خان از دو بند اصلی برق آبی در افغانستان می باشد که بر روی دریای هیرمن ساخته شده است. این دو بند از پروژه های مهم و زیربنایی است که با باور بسیاری از کارشناسان بر ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در افغانستان تأثیر مستقیم دارد. به همین دلیل توجه به ساخت و بهره برداری بند کجکی و سایر بندهای دیگر برای مدیریت آب به ویژه به دلیل نیازمند بودن کشورها به این منبع حیاتی از اهمیت زیادی برخوردار است. افغانستان دارای منابع آبی فراوان و از ظرفیت بالقوه آب برخوردار می باشد که با مدیریت آن از یک سو می تواند نیاز برق مورد ضرورت را برآورده ساخته و از سوی دیگر می تواند به نیازمندی تولید کالاهای زراعتی تا حد مرفوع ساخته شود. در کل فرصت‌های زیاد اقتصادی با استفاده از افزایش تولید برق از منابع افغانستان وجود دارد. بند برق کجکی یکی از دو بند اصلی برق آبی افغانستان به شمار می رود. کار ساخت این بند نخستین بار در سال 1332 هجری شمسی آغاز شد و اولین توربین تولید برق آن در سال 1351 و توربین دوم آن در سال 1353 نصب گردید. اما پس از سالها توقف در اثر بحران‌های گذشته سومین توربین آن در سالهای اخیر فعال شد که ظرفیت تولید برق این بند به 51 مگاوات می رسید. اما پس از پیروزی امارت اسلامی با افتتاح فاز دوم بند کجکی توسط ملا عبدالغنی برادر این بند از 51 مگاوات به 151 مگاوات برق افزایش یافت. نو موږ نه یوازې د هلمند محترمو مجاهدینو او عام ولس ته دا ډاډ ورکړو، ټول افغانستان ته انشاءالله دا ډاډ ورکړو چې په ژر تر ژره به په انشاءالله په افغانستان کې داسې اقتصادي تحولات راسي چې دوی به خپله هم ورته اریان وي. ځکه زموږ یو داسې غیرتمند ولس دی چې دا کوم اوس د دنیا څخه کومې مرستې راځي موږ د هغو مننه کور ودانۍ کوو، خو دا ملک په مرسته او په فکر او په دې باندې اباد کېدلی نشي تر څو چې موږ په خپل ملک آبادي ونه کړو. پروژه اعمار فاز دوم بند برق کجکی با مدل مشارکت، اعمار بهره برداری و انتقال توسط شرکت ساختمانی 77 ترکیه ساخته شده است. قرارداد خرید برق این پروژه میان د افغانستان برشنا شرکت و شرکت ساختمانی 77 ترکیه در 5 مارس سال 2018 امضا گردید. مطابق این قرارداد دستگاه قابلی تولید برق با ظرفیت 51 مگاوات و شرکت مذکور انتقال و شرکت ترکی بالای اعمار و نصب دستگاه جدید تولید برق با ظرفیت 100 مگاوات با شمول اعمار ساختمان، پرچاو جدید و نصب دوربین‌های جدید، کنترل بند بدون تغییر در قسمت طرفه
و زمان آن سرمایه گذاری نماید. نو دیوا بیا ترکی کمپنۍ موږ ممنون یو چې دوی په یو بل انقلابي کار کې رامخته سول او دغه به انشاءالله عملي کار یي، ځکه د دوی دغه دوه چې په سولري او د اوبو نه د انرژي په بخش کې عملا دوی کار کړی ده او د افغانستان ملت ته یې یوه تحفه وړاندې کړې ده. موږ خوشحاله یو چې په بادي بخش کې هم دوی سرمایه ګذاري ته آماده سوي دي او انشاءالله العزیز دا به هم عملیږي. مسئولیت بهره برداری پروژه بعد از تاریخ نصب و آغاز فعالیت توربین اول دستگاه الا 20 سال به دوش شرکت ترکی می باشد و در ختم قرارداد مالکیت پروژه به دولت افغانستان انتقال داده می شود. در کل ظرفیت بند برق کجکی 2 برابر بیشتر از ظرفیت بند سلما در ولایت هرات می باشد که با بهره برداری فاز دوم آن به یکی از بزرگترین بندهای آبی افغانستان و حتی در منطقه تبدیل شده می تواند. چنانچه بند سلما ظرفیت تولید 42 مگاوات برق را دارد و حدود 80,000 هکتار زمین را آبیاری می کند. اما در مقایسه با بند سلما، بند کجکی ظرفیت تولید 151 مگاوات برق را دارد و همچنین ظرفیت ذخیره آب بند کجکی چندین برابر بیشتر از ظرفیت ذخیره آب بند سلما می باشد. قبل از ساخت و اعمار این بند آبهای سرشار طبیعی افغانستان و کشورهای همسایه می ریخت. به خاطر سرازیر شدن آب دریاهای افغانستان و کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان، دریای هرمند که بر فراز آن بند کجکی ساخته شده است بخشی از آبهای بین‌المللی قرار گرفته و شامل قوانین آب میان کشور ایران و افغانستان شده است. چنانچه پیرامون حقابه دریای هرمند میان افغانستان و ایران در حدود 1351 هجری شمسی توافقنامه آب به امضا رسیده که بر مبنای آن در هر ثانیه 26 متر مکعب آب معادل 850 میلیون متر مکعب آب در سال از دریای هرمند به ایران حقابه برسد. اگرچه مقدار مصرفی ایران از این آب در سالهای پسین بیشتر از مقدار ذکر شده در توافق بوده است، اما با مدیریت آب میتواند از یک ظرفیت مقدار آب به توافق شده را به کشورهای همسایه سپرد و از سوی دیگر از این آب میتواند در عرصه تولید